این فرصت رو از دست ندید. سلام دوستان عزیز، با شما هستم سفربек علیمردانов، آموزگاری فنی تکنولوژی اطلاعاتی، بله تکنولوژی اینفورماسیونی. این نوار با درخواست یکی از پادپیشکان کانال روی نوار اومده از دوستان عزیز درخواست کرد که ما برنامه ادوبه اودیشن رو در یک شکل کوتاه فهم و مفصل پیشنهاد شما کنیم. یعنی که پیش از همه درباره خودی ادوبه اودیشن کسی که اگر معلومات نداشته باشد، این برنامه یکی از برنامه‌هایی می باشد که برای کارکرد صدا خدمت می‌رساند. یعنی که ساده تر کرده فهمونم، یعنی که برای شما فهم شود. این برنامه می باشد که برای ضبط کردن سرودها، کارکرد کردن سرودها، تماما چیزی که می‌خواهیم سرود رو عوض کنیم، تغییر کنیم، کوتاه کنیم، درست کنیم، این برنامه برای ما به نهایت خدمت می‌رساند. و این برنامه برای کیها لازم است؟ برای کسانی که اگر می‌خواهند یعنی که سرودهای خود را ضبط کنند یا که یگان آواز یعنی که ثبت کنند خدمت می‌رساند. بله دوستان عزیز، شما چگونه یعنی که می‌توانید این برنامه‌ها رو از خود کنید؟ ما تصمیم گرفتیم که برنامه‌ها رو در یعنی که ذکری تلگرام کانال گذاریم و کسانی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند، یعنی که در کانال ما اشتراک کنند، نمرهایی که شما در روی اکران میبینید حتما در تماس شوید و طریق پیوست شدن رو با شما باز خوبتر میفهمونم. و نگفته نماند که دوستان عزیز، برنامه رو ما با یک شکل آسان فهم و یک طرز ساده ترین میتوانیم پیشنهاد شما کنیم که هر کسی که باشد یعنی که این برنامه رو یعنی که از خود کردن میتواند. یعنی کورس کوتاه مدت ما 2 ماه ادامه می‌یابد و در این 2 ماه هر هفته 2 نواری گذاشته می شود و شما میتوانید از روی این یعنی که نوارها برنامه رو از خود کنید. و اگر که نافهمو باشد یگان سخنهای من، شما میتوانید طریق نمرهایی که در روی اکران میبینید طریق تلگرام کانال یعنی که شما میتوانید سوالهای خود رو پیشنهاد کنید. بله دوستی عزیز، اگر سوال شود که این برنامه رو کیها میتوانند از خود کنند، یعنی که کیها میتوانند در محفل ما یعنی که همراه شود در کورس کوتاه مدت ما، کیها میتوانند همراه شوند؟ دلخواه آدم میتواند همراه شود. کسی که تماما دربارش معلومات ندارد میتواند برنامه را از خود کند و کسی که کم میداند و خوبتر در اینجا میآموزد و کسی که پروفسیونال است میتواند حتما اشتراک کند در برنامه ما. و این برنامه را از اول یعنی که از ا تا ی برای شما پیشنهاد میکنم که این برنامه یعنی که با این برنامه ما چی را آموخته میتوانیم. تمام نازکی های برنامه رو من با شما قول میدیم که پیشنهاد میکنم و بعد از 2 ماه شما خودتون سرودهای خودتون رو ثبت میکنید، میخونید، ثبت میکنید و کارکردش میکنید و گوش میکنید و حلاوت میبرید. و اینچنین معلومات ها درباره یعنی که کدام میکروفون رو ما باید استفاده بریم و کدام ناوشنیک ها رو ما باید استفاده بریم، همش رو در برنامه پیشنهاد شما میکنیم و شما به یگان مشکلی خودتان میآموزید. خیر، تا نواری آینده در پناه الله باشید و حتما این فرصت رو از دست ندهید و حتما در تماس شوید.